لیگ یک فرانسه هفته دهم. پی اس جی تونست به سختی در خانه برست با نتیجه 3-2 بازی رو ببره و آخرین بازی امشب ساعت 15 مارسی در مقابل لیون، نیمه اول جدول. پی اس جی تونسته با این برد به رده دوم برگرده. سری آی ایتالیا هفته دهم. یوونتوس تونست ورونا رو با 1-0 در خانه خودش ببره بازی رو. اینتر میلان هم با نتیجه 1-0 روم رو شکست میده و در بازی دیگه ناپولی در مقابل آسی میلان 2-2 متوقف میشه. اینتر، یوونتوس، آسی میلان و ناپولی در رده های اول تا چهارم. لطفاً نظرات خود را با ما شریک بسازید. کانال ساکر پلاز را سابسکرایب کنید. هفته نهم بوندسلیگا. ماینز بوخوم 2-2 مساوی شدند و بایر مونیخ دارمشتات رو با نتیجه 8-0 از پیش رو برمی‌داره. بایر لورکوزن هم با نتیجه 2-1 پیروز میشه. بایر لورکوزن در صدر جدول، بایر مونیخ دوم، شتوتگارت سوم و در پایین جدول ماینز با 3 امتیاز. لالیگای اسپانیا پایان هفته 11 در یکی از بازی‌های بسیار مهم بارسلونا در خانه خودش 2-1 نتیجه رو به رئال مادرید واگذار میکنه. در جدول رده‌بندی رئال مادرید با 28 امتیاز، خرونا با 28 امتیاز و اتلتیکو در رده سوم و بارسا در رده چهارم. لیگ جزیره هفته دهم. اورتون 1-0 وست هم یونایتد رو شکست میده. تاتنهام هم 2-1 کریستال پالاس رو. و آخرین بازی و مهمترین بازی دربی منچستر یونایتد با نتیجه 3-0 بازی رو واگذار میکنه. این هم جدول لیگ انگلستان.